ساعت منتظر شما. بغل بودم من زنگ زدم. من نمیدونم دقیقاً گل فروشی کجاست که من ولی نسل 4 از نظرم رقیمه گند زدن به همه چیز. خدایی اسکناسا نقد توی هر دو متریش نباید شب کنه با الکل. تک اصلا من شاید پوتک یوتیوبر یه مش پول داره که داره خز نمیخوام یکی بره بدم ره بره خط میخوام پله پله برم لول بعد. اون یکی کارت داره دستش در رو قبل جنبیدم پهلو تو چاک داده رفته الو. درود گایز، راستین هستم میزبان شما تو تاکسی رپ. امروز یه ویدیو خیلی متفاوت داریم. حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، به پیج اینستاگراممون سر بزنید، تو کامنت ها برامون بنویسید دوست دارید ویدیوی بعدی از کی باشه. بی معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. سلام رفقا، خیلی مخلصیم. آقا اومدیم دوباره ساعت شهر یه ویدیو بگیریم. هوای عاشقانه بارونی اومدیم یه ویدیو بگیریم. بریم اپ تپسی ببینیم. گلشن همینو بگیریم. خب کجا؟ سلام، خسته نباشید. خانم من سر این لوکیشنتونم، تشریف میارید؟ من رسیدم به این لوکیشنتون، تشریف میارید؟ دقیقاً من همون لوکیشنی رو زدم که شما باید تشریف بیارید. خب من خانم اومدم دیگه. ساعت معطل شما جناب، میشه سریعتر عجله کنید؟ من عجله دارم. خانم عجله داری که من الان اومدم این لوکیشنتون دیگه. شما شاید لوکیشن اشتباه زدی. کجا تشریف دارید؟ دقیقاً جلو گل فروشی ام. گل فروشی کجا میشه؟ بذارید من بپرسم، اینجا رو بلد نیست. فقط لطفاً سریعتر بیارید. چشم. آقا گل فروشی کجا میشه؟ گل فروشی. گل فروشی؟ آه. میدونم اینجا داره ماشین‌هاش میزنه. مرسی. چه هوایی شد. آنگه بابستانی الو سلام. وقتتون بخیر، خسته نباشید. آقا این لوکیشنتون من رسید، کجا تشریف دارید؟ انتهای خیابان علی. آها باش میرسم. من یه ذره عقب‌ترم. قربان شما، خدا. سلام. ببخشید آقا، من 2 ساعت منتظر شما. بغل بودم من زنگ زدم. من نمیدونم دقیقاً گل فروشی کجاست که من دقیقاً همون لوکیشنی رو زدم که شما برام. منم دقیقاً همون جایی که شما زدید اومدم دیگه. من که نه والا دقیقاً اگر همینجا رو میمدید دیگه زنگ نمیزدید به من. تو باید زنگ بزنم بگم رسیدم یا نه. من عجله دارم که تپسی میگیرم، وگرنه تپسی نمیگرفتم. سلام، خسته نباشید. عجله دارید که منم دیگه باید بیام سوارتون کنم دیگه. منم که نمیدونم شما عجله دارید. من کجا باید بدونم شما عجله دارید؟ گلستان تشریف میارید؟ بله، فقط یه خورده عجله کنید. من چشم. ناراحتی نداره که سرتون 2 ساعت آخه منتظرتونم، هی زنگ میزنم. خدا خانم ما هم دوست داریم سریعتر شما سوار کنیم به مقصدتون برسید، ما کارمون برسید. بارون میگیره. آره سیلی گرفت ولی خوبه، خدا رو شکر. ببارش زدیم حالدگی هواشم. آره وقتی آدم روزش رو این شکلی شروع میکنه همینطوری عصبی هم ادامه میده. کاش حداقل مراعات این قضیه رو کنید. من درک میکنم ولی شما خودت جای من بذار. شما یه نفری، من در روز با 30 نفر مثل شما در ارتباطم. این قضیهش به من ربطی نداره. اگه بخون همه شما موظفی اون تایمی که تپسی داره میگه یه دقیقه دیگه 2 دقیقه دیگه شما میرسی، شما تشریف بیارید همون لوکیشنی که من زدم. خانم همونجا بودم. نه که 4 ساعت دارم زنگ بزنید بگید کجایی. من 2 ساعت آدرس باید بدم. تماس بگیرم پیداتون کنم یا نه. نمیدونم شما دقیقاً کجایی که. حالا این اپلیکیشن ها همینطوری الان شما میزنی اینجا اون بالا رو نشون میده. این دیگه مشکل من نیستش که. مشکل اپلیکیشنه، مشکل ما هم نیستش. ما هم اون چیزی که نشون میده میریم دیگه. داداش هودی قشنگ نیست. خیلی ممنون. کجا گرفتید؟
میشناسی کی داره میکنه؟ بانتون زدی روش بانتون زدی اگه بگی کدوم آهنگش هم هست که دیگه میفهمم واقعا نیست. اون آلبوم قدیمیش میگه اسمش این آلبوم خود وانتونز، این آلبوم لیتوه، یکی از ترکاش که وانتونز مهمون بوده تو اسمش باید رفت. انقدر این شکلی پیش میاد همیشه واقعا دیگه کلافه کننده است. آدم غلط میکنه تاکسی بگیره، ترجیح میده با همین تاکسی و اینا بره. واقعا به خود شغل اعصاب خورد کنی، یعنی باید مغز فولادی داشته باشی تو این کارا. یعنی هر کی به خدا میاد یه حرفی میزنه. شما الان مغز فولادی داری این شکلی تو اون صحبت میکنی با مسافر؟ من الان چجوری صحبت کردم با شما مگه؟ هی میگی ما مقصر نیستیم، ما این داستانو به جای اینکه بگی عذر میخوام. خب من واقعیت دارم میگم، آخه مشکل منم هستش، مشکل شما نیست فقط. منم الاف میشم دیگه، شما مثلا دیر پیدا کنم منم الاف میشم. ولی نسل 4 از نظرم رپینا گند زدن به همه چیز خدایی. این اتفاقا این حرف تو یه بنده خدایی مسافری سوار کردم و اینا گذاشتم دارم من فقط نسل یک کدوم گوش میدم. گفتم من اصلا به این نسل بندی خودم اعتقاد ندارم. آهنگی قشنگه، اصلا تو من خواننده‌ای که خوشم نمیاد آهنگ قشنگ بده اصلا جبهه ندارم. مثلا همین بنتون من شاید سلیقه من نباشه. اسکناس و نقد توی جیب، اون روز و شب توی جیب، همش ماری اهلم که ترک کنه نیست بیزنس هر دومه تویش نباید شب کنه با الکل. بابا نی؟ میشه ساکت چی؟ مگه من به شما گفتم بخونی؟ چی میشه؟ من داریم مسیر رو میریم حالا شما مسیر رو برو، من نگفتم بخونی. اصلا اجازه هم گرفتی که بخونی؟ همین شکلیش که دیر اومدی 2 ساعت هم بابا خدا وکیلی تو بابا چرا من زندگی سخت گرفتی شما؟ بریم حالا تو مسیر من پام داره رانندگی میکنه، دستم داره، چشمم داره، حنجرم که رانندگیمو دارم میرم دیگه، دارم گازم میدم دیگه. اگه بیشتر از این بشه بیشتر از این سرعت میرم. مگه شما اجازه گرفتی از الان مثلا کردی بخونم؟ اجازه میگرفتم شما میذاشی بخونم؟ نه. خب چی میگی؟ اجازه گرفتم شما میذاشی من بخونم؟ دارم مسیر رو میرم دیگه، حالا یه نه براتون خوندم. انقدر بی‌ذوق نباشه. شما هر وقت اجازه گرفتی مسافر گفتی شما بخون میتونی بخونی. باید رفت من واقعا دوست دارم. بابا مثلا خود لیتو مثلا پوتک اصلا من شاید پوتک یوتیوبر میگم گادپوری هستش. با اومده بود استوری گذاشته و اینا میتونی این آهنگ هم از سپوتیفای بشنوید. اسپوتیفای میگه سپوتیفای اینا به نظرتون رپر هست؟ نه دیگه. نه خب حالا دلیل نمیشه یه نه حرف یارو بگی مثلا طرف حالا واقعا شاید تو اپلیکیشن و مجازی اینو طرف واقعا حرفه‌ای نباشه یا مثلا اطلاعاتی نداشته باشه، اونم نامردیه بخوام. ولی حالا باز گاتوری خیلی بهتر از خیلی‌ها. آره خب اون شکلی حساب کنیم. ولی هیپ هاپی نیستن دیگه، اینا رپرهای نسل نو هست. من خودم اینا رو به عنوان هیپ هاپ قبول ندارم. تموم شد؟ خیلی تأثیر گذار. دیدم روحیتون اونطوری خرابه، گفتم اینو بخونم. شما یه زدی تو پرم وقتی اجازه نمیگیرید یه آهنگ این شکلی هم پلی میکنید انتظار دارید آدم بگید بخون. آهنگ اینطوری چیکاره دیگه؟ آهنگ رضا پیشرو نمیتونم آهنگ رضا پیشرو نمیشه لایت بخونی که همینطور آهنگ وحشی اصلا رضا پیشرو رو واقعا نمیشه اصلا. تو خودت کیو دوست داری؟ من خودم جیدار دوست دارم، عرفان پایدار رو. جیدار؟ بله اولین بار میشنم. جالبه. من خودم با جیدار حال میکنم. اتفاقا داستانش یه با مدگلا شد اصلا کل اصلا چطوری بگم افکار من نابود کرد. من همیشه به این 2 نفر به چشم زوج خوشبخته مثلا. آره خیلی همینه. مثلا اون آرتا ربکا و اینا با هم اونا من گفتم دقیق نمیدونم، ولی من خودم چون جیدالو اوکی یعنی باش
مثلا نه که بگم حال نمیکنم، ولی مثلا جیدال جز خوباست بالاخره. خب جیدال کلا گروه پایدار من بعدم نمیاد، یعنی مثلا اگه بخواد آهنگ پاپ باشه ترجیح میدم. البته عرفان قضیهش درسته، عرفان خیلی خفنه، مثلا کلا لایف استایل عرفان من خیلی دوست دارم. یه تایمی که اصلا عرفان نمیدونم ولی اصلا خونه نداشته، چیزی به اسم خونه نداشته. آره اینا یعنی اصلش هر جا میرفته میگفته اینجا خونه منه، یعنی اینطوری زندگی حالت دراویش قدیم که مثلا اونطوری زندگی میکرد و این خیلی جالب بوده برای مثلا واقعا هم عرفان خیلی سختی کشید تا مثلا تونست این گروه و این لیبل رو بسازه. زحمت کشید، یعنی واقعا عمر و زندگیشو گذاشت، یعنی به هر چی هم برسه حقش. دیگه 40 سالشه دیگه. حالا مثلا بقیه رو میشناسی، اون رو نمیشناسی؟ قطعاً جدی؟ در 60 نیستم ها، ببخشید که نشناسم. حالا اجازه بگیرم میشه اجازه بدید یه دونه بخونم براتون؟ نه واقعا میشه. شاید اونم نه رضا پیشرو و این چرت و پرتا. چی بخونم؟ هر چی شما بگم. هیدنی، ایده عرفانی. که والا سخت، ایده ننجاره میخواد، صدا میخواد، من ندارم. عرفان باز یه کاریش میشه کرد. عرفان هم من یه ذره آهنگای قدیمیشو واقعا ببین یه هنر یه چیزی ته نداره. الان مثلا بگی عرفان حالا 40 ساله شده دیگه نباید بخونه. مثلا من خودم راجع به عرفان اون داستان که خداحافظی کرد یه عده میگفتن دیگه خداحافظی کرد نباید برندش. آقا اون برای اون لحظه است، یعنی اون لحظه تصمیمش این بوده برای زندگی. اصلا کسی چه میدونه تو زندگیش چی واقعا چی داره میگذره، اینا اصلا نمیشه قضاوت کرد. ترافیک شده، بخاطر بارونه اینجا. آره اینجا اکثر اوقات ترافیک هست. شما اصلا شغلتون چیه دقیقاً؟ من والا کار گفتی داخل شغلتون این نیستش و کار اینا؟ موزیک میکنم. موزیک؟ آره رپرید؟ رپرم، آهنگسازم. فرضه هر کی با مادرش قهر میکنه میره کافه میزنه، هر کی کلا سرش میذاره رپره. دست درد نکنه دیگه. خواهش می‌کنم. به کلا چه ربطی داره خانم؟ والا دقیقا همینه دیگه، سر هر کوچه یه دونه کافه هست، تو هر خانواده یه دونه رپر هست. ببین جملت که حق بود، ولی خدای ما خیلی سال دارم کار می‌کنیم اینطوری همه رو دیگه با هم نذارید توی کاسه. چی بگم والا؟ حالا من میخوای یعنی بخونم ببینی فرق رپر با چیه. جیدال نمیدونم آهنگ از جیدال دارم یا نه. اگه داشته باشین که خیلی خوب میشه. اگه داشته باشم قطعا قدیمی هاشه، چون من خیلی وقت اصلا هم آهنگای قدیمیش هم جدیدش فوق‌العاده است. من فن جیدالم. ولی کارو بعدی کرد. من احترام توی میذارم. آلبومش اومدش مدگل دیس کرد اینا. ایمانمون هم حتی توی یه ویدیو با پوتک گفتش. این مدگر خیلی دختر خفن باحالیه، من خدای موافق این نیستم اصلا. بعد من خودم نگاه کن ببین، من احساس همدردی میکنم با جیدالا. من خودم با یکی دوست بودم و واقعا همه چیزمو براش گذاشتم. حالا من دقیقاً از 0 تا 100 رابطه اونو خبر ندارم، نمیتونم قضاوت کنم، ولی در کل اینکه جدا شدن این دو نفر اصلا کل چطوره دیگه آمال و آرزوهای منو به فنا داد. گفتم دیگه وقتی این دو نفر نتونستن با هم بمونن پس دیگه ما دیگه خیلی کارمون بیخ داره. یعنی دیگه نه از نظرم همه رابطه‌ها دیگه مثل هم نیست که، همه با هم فرق داره. مثلا من با شما بانکی فرق شده دارم. نه من مخالفم با این حرفتون. حالا اون چیزی که ما دیدیم دیگه، ما خودمون یه سن و سالی از همون داشتیم. الان مهرادو میخوای بخونی یا عرفانو؟ والا ندارم من عرفان فکر کنم دارم. الان عرفانو. این کدوم اینو میشناسی؟ این آهنگشو میشناسی؟ قطعاً در 60 نیستم گفتم. خب باشه فهمیدیم در 60 نیستی. میگم این آهنگش میشناسی؟ این آهنگش خدافظیشه. خب ایول اینو میخوای بخونم؟ بخونید ببینید. خدافظی. ما سرویس کردیم، نمیذاری بخونیم. تویی و قهرمانی که ساختی توی یکی. صدا شما بود بکنم.
اشتباهاتی داشت. نه صدای خودم آره آهنگ خودم نه رپ خودم میکنم میخونم یه نوزه هیچ تغییری توی مردمتون به عنوان محمد ایجاد نکنید. میشناسی این آهنگشو؟ خودتون به اون اضافه نکنید. آهنگش توی یکی از آلبوماش بود دیگه. انگار جنگ شده معلومه نه از بچگی رپ گوش کردم. موزیک مجبوری نی ولی توش بد جوری گیر کردیم بات لج بودیم این کردیم ما هر جوری ریسکتی و داشتیم دادیم رفت آخر از پایدار دو داشتیم رفتن و حرفانه کاشتیم پانیم کرد بعد تنهایی روانیم کرد هی فیلتر شد هی سفر رو بستن ولی هنو پی خبر رو هستم میدونم فرام بهم از اون عقب و بستن عقب نمیشینم ابد و اصلا مبادا سرشم از خانه تو گور ولی در نمیاد از کارتو پول حتی اگه بلد باشی کارتو خوب حتی پشت بریزی 10 سالتو دور گفتم انون شب مهمتره عبور یهو میشه 30 سالت میگذره چه زود دیگه نیست 20 سالت نیست همه چی خوب دیگه دیسمیس یاد نیست سر چی بود ببین کاراممو برو ببین چند تا کار دادمو ببین با کدوماش خاطره داری زود میبرن از یاد آدمو اسمش انگار جنگ است انگار جنگه همه میکنن نگوبت بت همه میخوام بمارم بت روی آرفون 3 تا خطه دم در خونم انگار جنگ شده چی؟ میخوام بیان تو ولی انگار در قفله چی؟ تخت ویر عکس حشمت آقا زنگ میزنه صدا ضبط کنه دنبال آتوان ازت سری لا کار میمونن اسکولا انگار سنا دیگه نمیره بالا رو 4 میمونن اسکولا چاقال میمونن اسکولا کار اینا دایی مخابر است رب کدومه باید چاپار میبودن اسکولا بازیه باخته رو ببین اینجوری میبرم میگن بیادبم به سامون میلیونی میخرن تو چی بردی یا باختی یکسم میگه امشب دیگه نکن با این قرص یا پارتی یه هویی میمیری یا عشقم همه میمیرن فرق نداره اودی یا عادی چشا خط شده لاشخورا دم خونن انگار جنگ شده بمون قدر رو بخر به جون بازم بخون اخبارو نده نشون بمون حرفاتو بزن بشون ولی بدون اتکا نکن بشون انگار جنگ شده انگار من ایکسش از قدیم یادم ولی با شوکه شدن من خوره دوبه دم پام ایران نمیشه بیام دلم تنگ فامیلام تیم قدیم اونا همه آمریکان و تیم جدید هر جا میرم با میان از طریق موزیک با هم رابطه داشتیم مثل 2 تا دوست واسه هم خاطر ساختیم گاهی شک میکنم که این رابطه جاشیم یا دنیایی که به خاطرش ساختیم سعی میکنم بسازم اینستا رو سعی میکنم بمونم پا 20 سالو سعی میکنم بخونم کامنت اینستا رو سعی میکنم بمونم یادگاریسکام دیگه نمیگیره این شاش بیست دردی که به این سینه انداختی شرفم مثل دورانش با ای پلاس نیست گاهی وقت و دنیا جای احساس نیست احساسو قبل میکنم زندگی جور میشه جور دیگه حال روزم خوب میشه احساسو قبل میکنم موزیک کور میشه خورد میشه آرزومم دور میشه احساسو قبل میکنم زندگی جور میشه جور دیگه حال روزم خوب میشه احساسو قبل میکنم موزیک کور میشه خورد میشه آرزومم دور میشه یه مش پول داره که داره خز نمیخوام یکی بره بدم بره خط میخوام پله برم لول بعد مهم نیست حرفایی که اینجا قله زد مشه زد خورد خونم بند اومد و زخم خوش شد بعدم همشون زد کش مثل برگای پاییز زرد خوش من اگه از درد گفته از حادثه از فقر گفته نونو به نرخ روز بعد خورده ارزش داره اگه از قلب گفته حرفا همه مفته چون که ما همه جفته همه قفلت همه مبصر گیر میدن دم صف به صبحت ببخشید ولی من رفتم خدافظی کردم از شهرم خدافظی کردم از قلبم خدافظی کردم از نسلم خستمه نمیشه پسرف کرد بستمه نمیشه دست کرد عشقت همه وقت تو مصرف کرد دادم یک دفعه حق تو از دست رفت مسیج نده نگو رپو ترک نکن رو عکسای دشمن و منو تک نکن از همه بیشتر نما تک و میشناسم میگم چاقالانو شک نکن آلبوما ویدیو کنسرت بلاگوگراف ویدیو پوستر باز اینا رو میدی و پشت بهت میکنن نگذره یه روز خوش بهت زل زدی بهم با افتخار چون ازم عقب بودی دقیقه 90 زوری گل زدی بهم ولی بازم
تخمم این که اون پلشت تو ببر خونه میترسم مشتریشه خالتور کس ندیده مهرزین عقده هات انگیزت دلیل دشمنیت او پیاده شدم از سفینه صبح دنبال جنگید باشه دم تو سفیر سرگه داشی اسلحه اون یکی کارت داره دستش در رو قبل جنبیدم پهلو تو چاک داده رفته الو گوشی پس چیریکی پوشیدم برات خونه رو حواس دخترا رو میزن الان بریزن تو این شب و سنگینه تو جیبم خلاف احساسو میبندم برا زندگی بهتر حالا رپر هستم اونا چی بگم سوسو فراموش میکنم دنیا آرزو ماله کرد شما چند ساله دارید کار میکنید؟ خیلی وقت فراموش میکنم دنیا آرزو ماله کرد آقا من دیگه واقعا میره تا همینجا شد آهنگ سختی هست نه باور اصلا خیلی پیش تو ذهنم هست یه چیزایی شده واقعا میره یادش خیلی برای فکر کنم من 94 اینا آره آلبوم 70 چون میدونی توی موسیقی به نظر من یه چیزیه که در طول زمان به آدم نگاه میکنن مهم نیستش که تو یه شبه راه سر این آهنگش خیلی دوست دارم خودم مهم اینه که اون راهو بری و چجوری رفتنش هم خیلی مهم بمون دردارو بخر به جون بازم بخون اخبارو نده نشون بمون حرفاتو بزن بشون ولی بدون اتکا نکن بشون باید قولمو بشون یادم رو همه بشون باید قولمو بشون میمونیم پایدار تو بازی یعنی موندگاری بهم بگو صابخونه تو مغزت خونه داریم همیشه خودمونیم صورتا تو نقاب نی عاشق صلحیم ولی داریم یه خونه یاقی ترسیدن ازم تو فکر تخریبا فقط ندارن تاثیرم اصلا که من تو مسیرم نرم من یه تغییرم تحول وقتی تهدیدن و تبلیغاتی الباقی تو فکر تخریبم فقط یه جوری میخونم که شماها تب بکنید تا میتونی زیراب بزن چاقال لب شطوری میخورم جوجه موجه ها تو میرن توی روده هام اون بوی چی میدن یعنی بوی خونه ها الو جیدار که میشی بیدار با بچه ها بیکاریم میکنیم بیچار و سیچار یه ترک دادی و باز خلق و پرمون همه گیریخ باز مریض این کار آقا واقعا بدازم بد نبود تازه بد نبود بد نبود چرا دروغ باید دروغ بگم کلا نظر شما رو نمیشه جلب کرد دیگه گفتی عرفان ما با عرفان خوندم عرفان خداست حالا خداییش خیلی سال هم بودی آن گوش نکم یعنی یه جایش یه ذره خودم تو ذهنم گیر داشتم ولی دیگه گفتی عرفان بخون دیگه گفتم اینو بخونم باز عرفان قابل تحمل‌تر بود حقیقتا اون اول خیلی خوب آقا ببخشید من دیگه تکسشو واقعا به سختی بدم ولی تکسش باشه دیگه یکی از آهنگای سختشه اینو واقعا سخت یه خورده جلوتر اینا حالا ما جز به کدوم دسته ایم بالاخره اونایی که ننهشون قهر کردن کلاهمون گیر میدی اولا همین که حفظ کردید عرفانو واقعا این حفظ که من همه آهنگ حفظم ولی این که داستانش جدا ولی عرفانو خیلی سال بود واقعیت مثلا این آهنگش یه زمانی من قفلی بودم روی سرمون یادم مونده ببینا خودش خیلی سال عرفان گوش نکردم دروغ چرا دوستش هم دارم و عرفان آدم مشتیه ولی حالا دروغ چرا فکر کنم با مادرتون قهر کردید رفتید یه چند تا آهنگ خوندید اومدید برگشتید گفتید مامان بیا این آهنگای من اون داستان این شکلی آره نه خدایی قهر که نکردم مامانم دوست دارم ولی خیلی ساله دارم میخونم چند ساله؟ تقریبا 10-12 سال هست جدی دارید کار میکنید یا نه همین شکلی هر دنبیل؟ والا هر دنبیل که دیگه حالا مثلا شما
مثلا عرفان رو دوست داری برات عرفان میخونم، کسی دیگه هر کی هر آهنگی دوست داشته باشه همونو براش میخونم دیگه. مثلا زوری ببخشید باز اولش هم یهو شروع کردم خوندن. آره واقعا خیلی این قضیه. البته اون آهنگ کاش دیگه واقعا تکرار نکنید حقیقتا. همین شکلیش که دیر اومدی. ببین راجع به اون قضیه من بهت حق میدم خدایی. اون آهنگ رضا پیشرو یه ذره که چه عرض کنم یه ذره وحشی یهو شروع کردم خوندن بکنم ترسیدی گفت اصلا چاقوها بودن واقعا. انگار جنگ شده ناراحتم زگار کامم شده میزنم سازه بسازم خودش انگار جنگ شده باشه خشابم پره. عرفانو همچین بدم نخوندید. قربونه حالا خیلی خوبم نه که بخواید این شکلی بگید قربونه، ولی نمیخواید چیز کنید اصلا تعریف کنید از همون دیگه خلاصه بخوای یه نه خب واقعیت آدم باید بگه دیگه، این شکلی نباید باشه که آدم دروغ بگه. بد نبود. حالا واقعیت کارم کپسی نیست ولی دیگه مثل مسافرها سوار میکنیم براشون میکنیم. آها شما واسه همه مسافرها میخونید؟ همه که دیگه بالاخره یه سری مسافرها که مثلا میشناسن و خوششون میاد و اینا میخونیم. من واقعیت اولش یه ذره اعصابم خوب بود گفتم یه دونه بخونم که شانست پیش رو اومد بدتر شد. اصلا پیش رو کارم همین نیست، کار تولید محتوا میکنم. واقعیت داشتم فیلمم میگرفتم از فیلم میگرفتی؟ آره دوربینم اینجاست. بدون اجازه داشتید فیلم میگرفتید شما؟ یه اجازه رو می‌خواستم آخرش ازتون اجازه یعنی من اجازه میگم یعنی گفتم آخه بگم اولش که این ریاکشناتو می‌خواستم طبیعی باشه. اولش عصبی بودی من نمیشد بگم اولش عصبی. خیلی واقعا ممنونم این که به من دارید میگید عصبی. نه اولش خدایی ناراحت یه ذره گفتم اینو بخونم حالت عوض شه یه ذره. عرفان اوکی بود ولی خب پیش رو اینا نه. باز اگه آهنگ درخواستی چیزی داری مهرادم باز خوبه اگه بخونید. اتفاقا میخواستم همینو بگم. مهراد دیدن حنجره میخواد بعد صدا میخواد بعد سولفش بلد باشی سخت خوندنش خوده. ولی اگه مثلا درخواستی چیزی دیگه داشتی برات میخوندی. حالا خودت فقط مهراد رو دوست داری؟ نه حقیقتا بعد از این شلوغیای 1-2 سال اخیر درست. اینکه کسایی مثل مهراد و چه میدونم کلا یه سری از رپرها واقعا هیچ صداشون در نیومد. بعد اینکه کلا این شکلی بودن که مثلا خود مهراد به شخصه سکوت کرد بعد اومد یه آهنگ چرت و پرت خوندش و اینا که بگه من پشت مردمم، من صدای مردمم. در اصلا هیچ صدای مردم نبود. رپر بودن دقیقاً به اینه که صدای مردم باشید. این که درسته. من خودش آهنگام حالا اینستاگرام بهتون نشون میدم. آهنگایی که میخونم ببخشید یه لحظه. الو الان دارم لوکیشن نگاه میکنم قربونه ببخشید. داشتم میگفتم این رپرهایی که تو ایران زندگی میکنن مثلا همین اکیپ بچه‌های زدبازی مثلا یاس اینا خدایی یکم داخل ایران سخته. یاس هنوز ایرانه درسته؟ یاس ایرانه. از اینم اینترنتی پرداخت کردم. داداش زحمت کشید. کاش پرداخت نمی‌کردم. خواستم کرایه نگیرم. چرا؟ من واقعا ویدیو میگیرم. نه. آره اینم نمیدونم متوجه شد. نه. این میکروفون آره داشتم ویدیو میگیرم. ندیدم. آره این یه جوری که طلاق کردم. بنازم آقا. داشت ویدیو گرفتم فقط مشکل نداره پخشش کنم. عیب ندارم. دم شما گرم. تحت فشارم قرار دادیم دیگه بگم. نه واقعا این راضی نیستی ما تو یوتیوب و اینستاگرام آقا این چه حرفیه؟ خب اصلا درست نیستش واقعا این که رپر بودن به اینه که صدای مردم من الان اینستاگرام بهتون نشون بدم همه آهنگام تقریبا اعتراضی و اجتماعیه. نکشه موضوع تقریبا میتونم بگم. ولی خداییش مثلا داخل ایران سخته دیگه. مثلا شما دارید یه کاری میکنی که ضد حکومته و بعد اینا هم آدمای معروفی هستن. مثلا همین سهراب امجه 2 تا مثلا رستوران داره. الان یه چیزی بیاد بخونه یه حرفی بزنه 2 روز دیگه میرم مثلا رستورانش پلو میگه. حالا شما میگی مثلا
اصلا بگیم طرفم وصله. خب واقعا گوش می‌دی؟ وصله. خب این اصلا در اصل وصل بودنه، وگرنه اینکه شما یا رپری رو باید انتخاب کنی یا باید رستورانداری تو انتخاب کنی دیگه. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. این شکلی نیستش که بیای بگی هم الان من مثلا رپرم. الان مثلا من خودم رپرم دارم مسافر سوار میکنم، یعنی میگه یعنی یا باید رپ بخونم یا مسافر سوار کنم. نمیشه. نه خب شما خیلی فرق داره با اینکه شما بخوای وصل باشی، هم رستوران تو داشته باشی، همین که بخوای رپ کنی. ببخشید اگه ماها نبودیم، سهراب ام جی، مهراد هیدن، اینا هیچ کدومشون وجود نداشتن. که درسته بالاخره آدم دلگرم به مخاطباشه، ولی برای اونا هم خدایی سخته. مثلا اینا هم شاید دوست داشته باشن یه سری حرفا رو بزنن، ولی حالا من خودم رو میذارم جای اونا، نمیشه. ببین همه مثل توماج صالحی نیستن. الان توماج بنده خدا رو میگرفتن توماج بله. معلوم نیست حکمش چی بشه. من خودم واقعا هر سری یاد این قضیه میافتم خودم یه درصد میذارم جاش، اصلا حالم بد میشه، دلم میگیره. خب ولی مثلا الان یاسو خیلی خورده میگیرم، مثلا نگاه کن شما طرف تو ایران شناخته شده است، این همه هوادار داره، اگه حرفی نزنه به قول یارو گفتن مخاطباش مثل شما ازش شاکی میشن. خب اگرم یه چیزی بگه خب علنی بخواد مثلا حرفی بزنه میگم بدبختو میگیرنش، همون داستان توماج صالحی میشه. خب یه ذره بالاخره جوانه به احتیاط در نظر بگیرید. حداقل اسم خودشونو نذارن رپر. باز بگم اجازه دارم پخشش کنم اینو حالا دیگه. آره اوکی، مشکلی نیستش. دست فقط درد من جناب پرداخت کردم آنلاین برات. دست در نمیخواستم خواهش می‌کنم. واقعا کرایه نگیرم، حالا دیگه زحمت کشید دست در. نه این چه حرفی آخه؟ شما مگه از همه کرایه نمیگیری؟ نه مسافرایی که میخونم براشون فیلم برداری میکنم اینا دیگه کرایه نمیگیرم. حالا دیگه زنگ دست در نمیخوام زحمت. خواهش میکنم. ببخشید آقا من نه خواهش میکنم. مرسی. قربان شما. مرسی واقعا، صداتون خواهش همینچین. می‌کنم، قربان. بعدم نبود شوخی کردن، اینکه عصبی هم بودم عذر میخوام. خواهش می‌کنم شما هم ببخشید من یه ذره اولی سوار شدم. من آخه اونجایی سوارتون کردم همون بغل بودم، شما هیچ بابا من اینجا فهم گفتم بابا به خدا من یه ذره مشکل اپلیکیشن هم هست. شما به بزرگی خودتون ببخشید. اینم پیجمونه، مثل پیجم نشون بدم. اگه میشه یه عکس هم بگیرم. آره حتما. پست خودتون رو گذاشتم. این پیجمونه. آره زیر پست کامنت بذاری همونجا پین میکنم که اون بالا. مرسی خیلی ممنونم جناب، همینجا لطف کنید. متشکرم. لوکیشن هم همینجا زده دیگه. امیدوار خدا. مرسی خدا نگهدار. جناب فقط پیجتون و اینا رو من ندارم اگر لطف کنید، چون کنجکاو شدم بدونم من کار پیجتون پول چجوریه. مخفی و اینا انجام میدم. این پیجمه. اگر لطف کنید پیجتون رو آیدیشو. میخوای یه عکس از صفحه بگی بعدا آره، یادت اگر. میره. تاکسی رفت. آره قربان شما. خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم قربان از شما. آشناییتون. ممنونم. فقط امیدوارم صدای مردم باشید. چشم. خدا نگهدار. قربان شما. سلام. آقا مخلصیم. اما اون اولش اینقدر عصبی بود. اما آخرش آقا خیلی مخلصیم. چیه دارم میبینم اتون بچه فعلا.